بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالا میخواهم به یکی از خبرهایی که نو منتشر شد تعلیق مختصری داشته باشم. این رسمی که حالا هست رسم مفتی تاجیکستان است و این سخن مفتی تاجیکستان و فتوای جدید مفتی تاجیکستان است که میگوید کسانی که نزد جادوگران میروند کافر میشود. کسانی که نزد جادوگران میروند کافر میشود و نکاحشان باطل میگردد. البته کافر میشوند باید نوشته شود. کافر میشوند و نکاحشان باطل میگردد. البته فتوای این سخن حق است. کسانی که نزد ساحر میروند تفصیل دارد. اگر روند کاهن را، جادوگر را، ساحر را تصدیق کنند، سخنهایش را تصدیق کنند، به فرموده های ساحر عمل کنند، کافر می شوند. نکاحشان باطل می شود به سبب اینکه اینها بریده واقع شدند، مرتد می شوند. اما مطلق نیست. اما اگر به نزد ساحر رود، به نزد جادوگر رود، گفته جادوگر را تصدیق نکند، فقط گوش کند گپ ساحر را، اما عمل نکند، تصدیق نکند، این آدم کافر نمی شود، بلکه فقط 40 روز نماز خوندهش اجر و پاداشش به او داده نمی شود. یعنی نمازش به ثواب است. نمازش رو باید خواند، نخواند کسی که نماز نمی خواند کافر است، اما به نماز خوندهش اجر نیست. سبحان الله، جزای سنگین است. برای چی؟ برای که ساحر نیست ولا بد، یعنی حتما باید شرک کند. ساحر بدون شرک ساحر شدنش ناممکن است. یک. دوم، کسی که ساحر را تصدیق کرد شرک را تصدیق کرد، کفر به الله را تصدیق کرد، شرک به الله را تصدیق کرد، طعنه به الله را تصدیق کرد. زیرا که ساحر به یک انسان کمک، یاردم یا گپ نمیزند مگر اینکه به کفر و به واسطه شرک، از غیبیات و از این آن. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند من اتی کاهنا او عرافا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و سلم. هر کسی که به نزد عراف، کاهن، جادوگرها رود، گفته های اونها را تصدیق کند، به تحقیق کافر شده است به آن چیزی که الله نازل کرد، یعنی به قرآن کافر شده است. ولیکن هر کسی که به نزد کاهن و عراف و جادوگر رود او را تصدیق نکند فلم تقبل صلاته 40 یوما، نماز 40 روزش قبول نمیشد. اما من چی میخواهم؟ ببینید، آیا انا همین مفتی نبود که تکفیر کردن در دین ما نیست میگفت؟ بله، همین میگفت که در دین ما تکفیر نیست، تکفیر حرام است میگفت. آیا همین نبود که و دوستانش و همکارانش تکفیر معین را حرام میکردند؟ در دین الله تکفیری بودن انکار میکردند و تکفیر معین بالکل انکار میکردند. اما امروز در باب سحر یک و یک باره برآمده تکفیری معین میگه. یعنی هر کسی که پیش ساحر رود زنش طلاق است گفتن تکفیری معین است، تکفیر معین میکند. چی سبب شده؟ آیا به نظر شما مفتی کمی از الله ترسیده است؟ آیا شما فکر میکنید که مفتی بر روز قیامت افتیده است؟ از پرهیزگاری و تقوا حقگو شده ایستاده است؟ نه، نه، از این سبب ها نیست. برای آنکه طاغوت، امامش که طاغوت است، رئیسش که طاغوت است، ربی که به او را رب به خودش گرفتگی هست، در همه گفته های او اطاعت میکند. انا همین جادوگرها، فالبینها، انا همین ها را چی میکند؟ انکار کرده است. اما این طاغوتی که هست، طاغوتی که رئیس اینها هست، جادوگر، ساحر، فالبین گفته، در جمله بعضی از ملاها هم تو جادوگر هستی گفته تهمت کرده، محکم کرده است. رقیه شرعی را هم جادوگری گفته است. والعیاذ بالله. اولا این فتوایی که مفتی برآورده است به خاطر رضا کردنی
طاغوت است. به خاطر اینکه طاغوت و حکومت طاغوتی گویا جادوگری و ضد جادوگری کار میکنه گفته شده است. به همین جهت شیرافکن بر این برآمده تکفیر میکند. بله تکفیرش در تکفیر کردن غلو میکند. در تکفیر کردن غلو میکند. این تکفیرش غلو است. زیرا که میگوید که هر کسی که نزد جادوگر میرود کافر میشود و زنش طلاق میشود. آیا همین خلاص مسئله؟ نه. هر کسی که به نزد ساحر میرود به دو قسم تقسیم میشود. هر کسی که به نزد جادوگر میرود به دو قسم تقسیم میشود. اگر رود و سخن جادوگر و ساحر را تصدیق کند کافر میشود. خیلی که پیامبر آشکار گفتند. اما اگر رود و سخن جادوگر را تصدیق نکند این کافر نمیشود. نمازی 40 روزیش ثواب و اجر ندارد. اما اگر رود و انکار کند، رد زند، دعوت کند، این اجر و ثوابی به پایان میگیرد. برای آنکه سحر گفتیم کفر است، جادوگری کفر است، کفر اکبر است. الله تکفیر کرده میگه ولا یفلح الساحر حیث اتى. کجا نرود ساحر نجات نمییابد و این تکفیر است که یعنی نجات نمییابد در حق کفر است. لا یفلح. انا کنون به اجماع سلف صالح از صحابگان، تابعین و غیره از تبع تابعین به اجماع ساحر کافر است. اما بار دیگر میگیم این مفتی برآمد شتابان در مسئله تکفیر انسانهایی که به نزد ساحر میروند غلو کرده سخن کرد. باید تفصیل را بیان میکرد. مردمی هستند که میروند و تصدیق میکنند کافر میشوند، مردمی هستند که میروند و تصدیق نمیکنند کافر نمیشوند لیکن گناهی بزرگ میگیرند، نمازشون اجر و پاداش 40 روزیشون نصف میشود. و مردمی است که به دعوت میرند و غیره. تقسیم نکرد. برای چی شتابان به غلو در این مسئله صحبت کرد؟ به خاطر رضا کردن حکومت طاغوتی، به خاطر رضا کردن رئیس طاغوتش. اکنون فهمیدید که اینها به خودشون کی را رب گرفتند؟ اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. چخیلی که یهودی ها احبار و رهبان امام هایشون و پیشوایشون را رب گرفته بودند، حلال اونها گفته رو حلال میگفتند، حرام اونها گفته رو حرام میگرفتند. این مفتیات طاغوتی رب بشون انمی رئیسشون است، انمی پیشوا طاغوتشون است. به خودشون رب گرفتند. یعنی چخیل آیا سجده میکنن؟ نه. هر چیزی که طاغوت حلال گفت اینها حلال میگن، هر چیزی که طاغوت حرام گفت اینها حرام میگن، هر چیزی که طاغوت بد دید همون کفر میگن، همون کرده را کفر میگن، هر چیزی که طاغوت دوست داشت همون خوب میگن، همون به امر و دعوت میکنند. از این کفرهای واضحتر است، از این شرکهای واضحتر است که طاغوتشان انجام میدهد. مفتی در این مسئله گپ نمیزند. مسلمان کشی، از نماز مسجدها مردم را محکم کردن، زنا و عرق و حرامی ها را این حرام ها را حلال کرده گذاشتن و در منبرها درباره توحید گپ زدن را حرام کردن و منع کردن، موحدین برده کشتن، جنگیدن به دین الله سبحانه و تعالی، حکم کردن به حکم غیر الله. همه این کفر بودنش، شرک بودنش از کفر شرک سحر بلندتر است و سختتر است و کمی ندارد. اما چرا این مفتی ها در این مسئله گپ نمیزنند؟ در منبرها شب و روز اینو کانستیتوسیون میخواند. برای آنکه طاغوت از این کار راضی نمی شود، برای آنکه این کفرها را طاغوت کرده ایستاده است. برعکس اینها میروند کفرهای طاغوتشون کرده ایستاده را، دشمنی طاغوتشون کرده ایستاده را دفاع میکنند. برعکس یک کاری کرده، یگون سخن از گجا ساخته آورده، آیت ها را تحریف کرده، معناش را، حدیث ها را تحریف کرده یا یگون حدیث موضوع را آورده، اینها همه این کفر و شرک را والعیاذ بالله اسلام میگویند. اما اگر طاغوتشون یگون چیز بد دید غلو کرده، تکفیر به یگون تفصیلات تکفیر میکنند. انا اینها را علماء اصول گفته میشود، انا اینها را علماء الطاغوت گفته میشود، انا اینها را گفته میشود که ائمه المضلین که پیامبر میگویند انی اخوف علیکم من ائمه المضلین او انی اخوف علی امتی من ائمه المضلین. من به امتم از امام های مضلین گمراه کننده میترسم. اینا گمراه کنندگانند.
اخزاهم الله، که به خاطر رضایتی الله دین الله را بیان نمیکنه. انا همین مفتی بود یک چند سال قبل یک فتوای تکفیری با به نهایت شدید داده بود. وقتی که این حکومت طاغوتی و رئیس طاغوتش لعنهم الله، اینها وقتی که سلفی گفته مسلمان های اهل سنت را با مشورت حزب این خبیث شرکی حزب نهضت که سلفی ها را به حکومت پیشنهاد کرد که سلفی ها باید محکم کرده شود، این پیشنهادی کبیری سال 2010 بود. سال 2011-12 شروع شد، آهسته سخت‌تر گرفت سال 2014 و 15. در همون وقتی که نو شروع شده بود شکار کردن مسلمان های اهل سنت به نام سلفی، چیکار کردن؟ مفتی برآمد فتوا داد که هر کسی که سلفی است کافر است، زنش طلاق است، زنی سلفی طلاق است براید و از خانه شوهرش رود و بعد از یک وقت شوهر کند، به هیچ کس نگوید، بگد نه به نزد مفتی بیاید میگد، نه پدر و مادرت بگو، هیچ نی، برو از خانه شوهری سلفیت رو. یک ایده حتی ایسته و نیسته هم دربارش سخن نکرد، دیگر شوهر کن گفت تو طلاقی. فتوای کی بود؟ من فتوای نمین خبیث بود. نمین مفتی مکرم میگد، این نامکرم، این نامکرم، هیچ کرامتی ندارد. اخزاه الله. بعد سلفی هر که ای زنها میگد شوهرتون سلفی باشد دانید که شما طلاقت، برای اون که شوهر شما کافرند برای روید دیگه شوهر کنید. مسئله سحر به حال تفصیلات نکرده، غلوانه تکفیر، مسئله مسلمان ها به غلوانه تکفیر، این از جانب خوارج، از جانب جهمی و همه این به خاطر رضا کردن طاغوت است. اخزاهم الله. منهج چی؟ خودش حنفی میگد دروغ است. ابو حنیفه رحمه الله از اینها بیزار است، بروی این خیل طاغوت پرستا توف میکند، اینها را تکفیر میکند. اینها خودش ابو حنیفه میگد. بله اینها فقهن از نظر فقه قسما حنفی است، اما عقیدتا اینها ابو حنیفه را هم کافر میگد. ابو حنیفه بیزار از اینها است، ابو حنیفه اینها را کافر میگد. و اینها عقیدتا ماتریدی، صوفی، کلامی، جهمی. اخزاهم الله. انا همینها هستند، انا منها هستند که مسلمان ها کتی بازی میکنند. اینها اهل سنت نیستند. لازم شود فتوا میبرند برای خونریزانی و جنگ و جدال، لازم شود فتوا میبرند برای تکفیر، تکفیر غلوانه. حالا این تکفیری که کی کرده، این مفتی کرده، تکفیر در اساس منهج غلو است، مطلق تکفیر میکند. ما تفصیل چه بیان کردیم؟ پس انا این است، اینها کسانی هستند که وقتی که الله گو میگوید، اولین فرض گو بیان کن، توحید بیان کن میگد، اینها از امر الله روی گردانیدند. اما وقتی که طاغوتشون به اینها یک اشاره میکند میشتابند، به خاطر طاغوت به مردن تیارند. اینها خودشون کافر و زن طلاقند، اینها خودشون کافر و زن طلاقند. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. آنهایی که مؤمن و موحد هستند در راه الله به خاطر توحید راست می ایستند، مبارزه می برند، و کسانی که کافر شدند اینها لشکران طاغوت می شوند. جنگشان، مبارزهشان به خاطر دفاع طاغوت است. سبحان الله، سبحان الله. از الله می طلبیم که ما را از این چنین خواری و ذلت و کفر و شرک نگه دارد. به الله پناه میبریم، از الله طلب میکنیم که ای الله ما را در توحید، در ایمان، در اخلاص ثابت قدم نگه بدار و بلا اله الا الله زندگی کردن و بلا اله الا الله وفات کردن را نصیب بکن. الله از این خواری و ذلت، از این کفر و شرک، از این شرمندگی این دنیا و آخرت ما را نگه بدار. الحمد لله الذي هدانا لهذا
و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله که الله ما را هدایت کرد. اگر الله ما را هدایت نمیکرد هیچ کسی هدایت کننده نبود. برحمتك یا ارحم الراحمین.